به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. امروز یک خطاب میخواهم به عنوان امام علی رحمانوف ارسال نمایم که عنوان آن چنین است: زنده هم مشکل ساز شد هم مشکل سازتر است. فتنه امام علی رحمانوف و آدمکش‌هایش. بیننده عزیز اصلاح نت و البته خوانندگان هم و مردم شریف تاجیکستان، همه آنهایی که در داخل، در روسیه و در کشورهای دیگر عالم از جمله در اروپا هستید، شما آگاه هستید که تا همین امروز از رسانیدن و آشکار کردن حقیقت و سیمای واقعی امام علی رحمانوف دار و دستش دست نکشیده ایم و انشاءالله تا آن ساعت و آن روزی که در روی زمین هستیم ادامه خواهیم داد. برای آن تا آن ساعت و آن روز گفتم که از منابع معتمد از داخل حکومت تاجیکستان معلومات های موثق به ما رسید که رحمانوف دیگر باره نقشه محو فیزیکی از بین بردن و یا همان کشتار ما را به مرحله اجرا در آورده است. در فهرستی که به این منظور تهیه شده است، این دفعه اسم من در رده اول قرار دارد و کیلرهای را که فرستاده و یا سفربر کرده است برای دریافت حق مزد و پاداش بزرگ 6-0 پاییده و در کمینند و شاید تفنگ به صدا در دست صید خود را منتظر. اما من و مقامات امنیتی و حفظ حقوق کشوری که در آن به سر میبریم معلومات لازم را داریم. جریانات و روند در زیر نظر ماست و حالا در محل اقامت من چاره های امنیتی سخت‌تر و دستگاه های ثبت و مراقبتی را بیشتر به کار درآورده‌اند. اما زندگی و مرگ البته در دست الله است. تا گرفتن امانت تمنای آن را دارم که متین و استوار تا آخرین رمق‌های زندگی قرار داشته باشم. هموطنانی عزیز، واقعا هم نوشته های آخر ما که با تکیه به منابع داخل خانگی و داخل درباره رحمانوف تهیه شده و نوارهای از آنها نیز تقدیم بینندگان نمودیم و پرده از روی فساد و غارت و فسق و فجور و دیگر جنایات ضد بشری او برداشته است. به شدت وسواس و دیوانه‌اش کرده است. با الفاظ قبیح و طامات و بهتان بر علیه ما در شبکه‌های اجتماعی و نشریه‌های داخلی کشور نوشته ایستاده است. اما مرادش حاصل نشد. شکستی سنگین خورده است، چون حرفی به اساس و طاماتی به پایش را کسی باور نمی کند. همکنون دیگر راه را پیش گرفته است، آن هم کشتار. ضمناً این گونه تلاش بار اول نیست. در سالهای گذشته و نیز در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری نیز همچنین تلاش‌های صورت گرفته بود. مقامات امنیتی کشور میزبان محل سکونت ما را تغییر و تدابیر محافظتی را تشدیدتر کرده بودند تا کرانتین و همین حالا هم باز دقیقاً مثل قبل همان تشدید امنیتی را دوباره عملی کرده اند. اما من یک چیز را نمیفهمم که رحمانوف با این عملش چی گفتن و چی کار کردن میخواهد. شما یک بار نه چندین بار است که قصد جان رقیبان سیاسی خود را میکنید. فاجعه بر سر شهید عمر علی قواتوف، مؤسس و نخست رئیس گروه 24 که عامل قتل او بازداشت و به حکم ابد محکوم شده است سبق نشد. خانم عمر علی بعد فوت او طفلش را به دنیا آورد. فکر نمی کنید که این بانو و فرزندش وقت درباره پدرش میپرسد چی خواهد گفت؟ یا همان کیلری که او را هدف تیر قرار داد مادر و پدر، خواهر و برادر، زن و فرزند ندارد؟ شما آن قاتل زرخرید را برای پول شده هم در این دنیا و هم در آن دنیا روی سیاه کرده اید. به خاطر آن که تنها و تنها شما و خانواده شما راحت، عشرت و استراحت داشته باشد.
آیا حالا همین گونه زندگی را دارید؟ آیا با کشتار عمرعلی قواتوف چی چیز را عوض کردید؟ یک عمرعلی قواتوف بود، صدهای دیگر جای خالی او را پر کردند. دیدید که دیگرها ساکت و آرام نشدند، بلکه باز هزاران کسی دیگر جای او به میدان آمده است. اگر با قتل و کشتار یک و یا چند نفر مخالف کار شما بود میشد، حالا بر وقت آرام و آسوده بودید. پس چرا آرام و آسوده نیستید؟ و باز کی لر زر خرید؟ کی را اجیر کرده اید؟ شما در داخل نزدیکان و پیوندان روزنامه‌نگاران و خود آنها را تحت فشار و تهدید قرار داده اید. شما با اجرا و انجام کارهای غیر قانونی از حاکمیت و قدرت سیاسی به نفع خود استفاده کرده ایستاده اید که آخر. اما باز هم چیز تغییر نکرده است. میدانید چرا؟ چون که تغییر و اصلاح را در خود و اصول و طرز حکومت و فعالیت خود انجام باید میدادید. من با تمام مسئولیت و با تمام هستیم اظهار میدارم و رسما تذکر میدهم که اگر چیزی به من اتفاق افتاد، مقصر و مجرم امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان است. من با کسی مشکل ندارم و خصم کسی هم نیستم مگر با امام علی رحمانوف که مخالف سیاسی او هستم. هیچ کس نمیخواهد که در جای من پناهنده باشد و پناهندگی نه پول، نه امتیاز و نه راحت و آرامش دارد. راهی کسی را هم نبریده ام، بجانی کسی نزده ام که قصد بریدن گلو یا گردن مرا داشته باشد و جان مرا گرفتن بخواهد. حتی در همین شرایط فرار و پناهندگی و رانده شدن از وطن هم هیچگاه ترور و دهشت و وحشت را قبول ندارم و پیوسته از آن نفرتم را اظهار داشتم و بار دیگر هم اظهار می‌دارم. هیچگاه بر سر کسی از جمله امام علی رحمانوف تکرار شدن فاجعه عمرعلی قواتوف را نمیخواهم و آن را هم شدیداً محکوم می نمایم. درست است که کار دنیا خیلی کم واقع می افتد که به آخرت بماند و هر کسی در همین دنیا به کیفر اعمالش می رسد. اما زکس کردن کسی، قتل و کشتار از خفیه، از پشت، از پهلو، از زیر بوته، خلاصه محو ناجوان مردانه فیزیکی رقیب و یا منقد سیاسی کار شغال و روباه و نامردان سیاسی است. جناب امام علی رحمانوف، از این راه آدم کشی خودت و مقربانت دست بردارید. وطن، خانه، کارگاه و تجارت، حزب، همه آن چیزی را که داشتیم گرفتید. بستان نیست؟ من از آن که جان مرا به سودا زده ای و در شکارش کمر بسته ای هرگز بیم ندارم. با خدای خود و در راه خدای خود و در امر کسب رضای خدای خود و نهایتاً برای رهایی از بند بردگی این مردم خودم آماده برای هر سرنوشته که خدا بخواهد هستم. این را نه یک بار و دو بار قبل از این هم گفته بودم و بار دیگر آن را تذکرت می دهم. سلاح و مهمات مبارزه و مساف من محمد اقبال صدرالدین تا امروز لوح و قلم، نوتبوک و کلاویاتور است. در آینده هم از همین مسیر پیش خواهم رفت. دست بردار نیستم، چنان که الله در قرآن کریم در سوره هود آیت 113 می فرماید: به ستمگاران میل نکنید که آتش بسوزاندتان. شما را غیر خدا هیچ دوستی نیست و کسی یاریتان نکند. بله، من برای حقوق خود و مردم خود و بازگشت سربلندانه به وطن مبارزه میکنم و مبارزه خود را ادامه میدهم. من برای کشتن و نابود کردن و حاکمیت را دزدیدن و خانوادگی کردن نه، برای رفتن به خانه و درم نزد بستگانم مبارزه کرده ایستادم. شما حتی مرا و ما را در خارج از کشور در غریبی و در مسافری اذن و امان زندگی نداده ایستاده اید. ما باید چی کار کنیم؟ اما سوال اینجاست که اگر گفته و نوشته های ما نسبت شما راست و درست نبود، چرا در پی از بین بردن و کشتن من افتاده اید؟ شما برای اینکه کیلر زکست کنید از کجا پول پیدا کردید؟
شما با پلهای دزدی و غارت کرده اتان میخواهید دهان آنهای را ببندید که از دزدی و از غارت شما به مردم گفتند و میگویند. اصلاح و محمد اقبال اگر ساکت و آرام بودند، شما هیچگاه برای قصد جان او قاتل اجیر نمی کردید. ولی ای رحمانوف، بدان و آگاه باش که قسم به الله توانا، همچنان زنده من برای درد سرساز و مشکل شده است، مرده من بدتر از آن برای درد سرساز می شود. و گمان نکن که اگر مرا کشتی مشکل از بین می رود. نه و هزاران بار نه، مرده من بیشتر و سختتر دچار مشکلات می کند و درد سرت می آورد. این کشورهای اروپایی دروازه به صاحب نیستند که تو بیایی هر غلطه و هر نامعقولی را که خواستی انجامش بدهی. دقیقا میدانند که تو و مقاماتت با کله‌برانتان این کار را کرده اید و شرمنده و روسیاه عالم میگردی. به این هم کار و کارنامه‌ات بجز از پرونده جنایی در جای بکار نمی رود. با این کارت بر پرونده جنایت صفحه و جلد دیگر نه افزا. این را نیز رحمان و فراموش نکن که مرگ با فرمان تو صادر شده ان شاء الله برای ما این شهادت است. این چنین خوب میدانی که تو کی هستی و من کی هستم. من در همین جا با صراحت اعلام می‌دارم که آماده ام برای هر نوشته و هر گفته ام با نفر و یا نفرانه و یا گروهی که تو تشکیل میدهی بشینم و وارد بحث و گفتگو بشوم. بیایید مبارزه را روی راست و آشکارا ببریم تا خلق بفهمد که باطل کیست و حق کیست، کی در اصل دشمن ملت و رشد و پیشروی دولت عزیزمان است، کی در اصل غارت و دزدی مال مردم و بخت مردم را کرده ایستاده است، کی در اصل خود را مترادف ملت، وطن و دولت ساخته و زیر این مفاهیم بر ضد ملت، وطن و دولت کار کرده ایستاده است، کی در اصل دستی خواجه خارجی است، کی گماشته و خائن ملت و خلق فروش است. برای آنکه مردم خوب بفهمند، مردی بیا مردانه به صحنه برایم، بیا یک هیئت تشکیل ده و آن نوشته های اصلاح نید و هر بحث دیگر را در نزد کامرای شبکه های تلویزیونی و اینترنتی محاکمه بکنیم و ببینیم که مردم چی بها میدهند. با طریق آنلاین قضاوت را در اختیار مردم کشور چه در داخل و چه در خارج میگذاریم. من خودم تنها، شما هیئتتون را از چند نفری که میخواهید تشکیل کنید و هر کسی را صلاح میدانید شامل آن هیئت کنید. کو آماده ای؟ هیچگاه آماده نمیشوی، اما کیلر میکاوی و خون من را ریختن میخواهی. از خوردن خون تاجیک مسلمان کی تو سر میشوی رحمانوف؟ آروغت بوی خون میدهد، نفست بوی خون میدهد، اما دانسته باش اینها همگی جوابگری دارند. اما خون مرا آسان و راحت رسانیدن نمیتوانی. دانسته باش که برایت بسیار هم سخت خواهد افتاد. برای همین از این راه و رأیت برگرد، دست بردار، هوشت را در جایش گذار. آنهایی که با عقیده سالم مبارزه میبرند میدانند هرگاه که در آزادی هستند مبارزه را ادامه میدهند و پیروز میشوند. هرگاه که در این راه اسیر و زندان شدند به خدای خویش در خلوت عبادت میکنند. هرگاه که در این راه کشته شدند شهید خواهند شد. در همه حال پیروزی در این دنیا و آخرت با سعادت و آباد نصیب مبارزان راه حق است. اما دشمنان و قاتلان مبارزان هم در این عالم خوار و ذلیل و بدنام خواهند شد و هم در آخرت از جمله زیانکاران خواهند بود. بله بینندگان گرامی، این بود خطاب من به امام علی رحمانوف و امیدوارم که این پیام و این خطاب مرا رحمانوف و مقامداران امنیتی و همه آن دستاندرکارانی که در پنهانی نقشه محو و از بین بردن فیزیکی ما را دارند. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.